یک بار دیگر 3 دقت مانامانه دشمنان رو بکشید. من اینجایم شکارچی با دقت باش. شکارچی این طور نمیشود. نیروی ایلووگی لازم. زنگ بزنم. قماندان اردم را لازم آمد که برآمده روند. من گوش میکنم. وضعیتتان چگونه؟ قماندان با ما حمله کردند. در کجا؟ در نزدیک گذرگاه سید برام افتاده. اولو تیرباران میکنند. ما یک زخمی داریم. فوراً کمک لازم است. خب من حاضر به ستاد مرکزی نزدیک تماس میگیرم. فهمیدم. اگر فتح باشد من با او گپ زنم. فتح شما چی طور هستید؟ در راه با ما دام گذاشتند. ماشین ما را ترکاندند. عاشق در زیر ماشین مانده است. بلا زند. باید تلفن را خاموش کنم ایلی. چقدر تو باورده میتوانیم نمیدانم. با ما فوراً کمک لازم است. خاطر نشو فتح. ما از پس این کار میشویم. خواهش میکنم خودتون رو احتیاط کنید. خاطر نشو. او خون زیاد از دست میدهد. حالتش چی طور است؟ یگان چیز گویید. باید او را فوراً به بیمارخانه بریم وگرنه او را از دست میدهیم. یواز طاقت کن. خواهش میکنم طاقت کن. تو این درد را سپری میکنی. صبر کن. خواهش میکنم صبر کن. با بیمارخانه تماس گیرید. زود حجره جراحی را آماده کنند. بیمار خون زیاد را از دست داده است. تیرها را برآورده نتوانستیم. تیرها حالا هم در درونند. حتی از دست و پا هم تیر خورده است. تیرها را برآورده مشکل است. شما یگان خویشش هستید؟ او دوستی من است. الو شما در کجای دریا؟ با بیمارخانه دولتی می رویم. فهمو. یالو چی طور است؟ نمیدونم. ما حاضر با بیمارخانه رفته ایستادیم. حالش وزنین است. نمیدونم که چی میشده باشد. تو خاطر نشو. خوب میشود. او با قوت است. انشالله پسی سر میشود. انشالله. برادر تنجس یگان حادثه رخ داد. حمله مسلحانه شده است. همین طور. یگان زخمی هست. یک از سخت زخمی است.